السلام علیکم. سالی برادر سلامتی خوب باش. کجا اومدی؟ چی؟ نماز خوندی؟ ما همه خونه خوندم. برادر جان، اگر بری که نماز که در مسجد میگذاری ثوابش برابره. آخی برادر ثوابش بسیاره، یک کیلومتر 2 کیلومتر. برادر جان، هرچی افتاب هست باران نیست، همه خواب باران نیست، میتونیم در مسجد میخونیم اجازه. اگر که ما مشق کردم در کوره. گوش کن، بیا بریم خدمت مشق کردم. یک پیمای نشون بده که 20 کیلو اخیر وزن میبرد. بیا رفتیم ببینیم. ببینم برادر. نه من نیویورک خیلی شکستگی میکنم مشق میرم. تا 2 سال شروع کردگی مشق میکنم. میشه 50 تا میزنم، میشه هر یک بومگی 3 خودی 4 خودی میشه تا 1 ساعت تا میتونم ایران 280 هر یک بومگی میزنم. فهمیدی؟ نه 60 کیلو ما این 60 کیلو نه چی 20 کیلوش 15 کیلو اینه 20 کیلو کارو چی میگن چی یا ما 20 کیلو وزن میبرم جو میبرم اما 20 کیلو وزن نمیدی من تو با بالا میسو برای سازش خیلی درش میدونی تو یا قام یا میدونی انا میسو هذا تست یک اما تو یا قام یا اوکی دیش درست من زدن من همه افسوس بگذاری میگم بریشکو اخیرا 20 کیلو وزن برای اخیر 20 کیلو این امروز حواظ داری من زدن و گردن همه که یه جون پاش میکنم و اخیر 20 کیلو 30 کیلو میباریم میزنیم. خوب است برادر، خیلی کاری کردی. ببینید اون نام بودن ما مثل برات لبوی خدمتش یکم کس خان دوچی زمانو اما حالش میکنم لبوی بوی ما خانم باز بینه بالا انسان اما همه سر الله متعال اما عايز برضه ده ما خايف ولا بيقول ده ما ده ما دي أتمنى الله وقتی موضوع شد مصطفی را پیدا کنیم. مصطفی چه برادر جان نماز خونه خیز چنده درمید سری برادر بامداد شده است. خیز آخی قضاکی میخورم بامداد خیز ثوابش بسیار در وقت شما. خیز برای شما قضایی میخورم پهلوان یک کلپای 2 کیلو را برداشته نمیتونم. اون میگه من 80 کیلو را میبردم. هر سحر برخیز ای دیل خدمت جبار کن. هر سحر برخیز ای دیل خدمت جبار کن. گر توانی بعد خدمت گریه بسیار کن. گریه و زاری عجب سرمایه درگاه اوست. هر دم صبح سعادت خیش را بیدار کن. خانم از عالم پرسید خواب بچه هایم خیلی سنگین است، به خاطر همین نمی توانم برای نماز صبح بیدارشان کنم. حالا باید چی کار کرد؟ شیخ گفت اگر حجره بچه هایت آتش بگیرد و جانشان در خطر باشد چی کار میکنی؟ خانم گفت آنها را بیدار خواهم کرد. شیخ گفت ولی خوابشان سنگین است، چگونه آنها را بیدار میکنی؟ خانم گفت بالله قسم هر طور که شد بیدارشان میکنم، حتی اگر شد آنها را کشان از حجره خارج خواهم کرد. شیخ گفت همین طور که برای نجاتشان از آتش دنیا این کار را میکنی،
پس به خاطر نجاتشان از آتش جهنم نیز چنین کن. سحر برخیز و طاعت کن که طاعت بیز هر کار است. سعادت آن کسی دارد که پیش از صبح بیدار است. دلم گوید که دلم گوید که برخیزم، هوا گوید که دم دیگر. هوا را زیر پا آرم که آنجا امر جبار است. چو مرغان هر سحر گویند قم یا ایها الغافل، که تو در خوابی و کیدا نی کسی داند که بیدار است. از این بهتر که برخیزی زیدیده خون دل ریزی، زی دست جهل بگریزی که شیطان سخت مکار است. ایا ای شمس تبریزی گه شهد و شکر ریزی، اگر 100 سال بگریزی که آخر مرگ در کار است. سحر برخیز و طاعت کن که طاعت بیز هر کار است. سعادت آن کسی دارد که پیش از صبح بیدار است. دلم گوید که برخیزم، هوا گوید که دم دیگر. هوا را زیر پا آرم که آنجا امر جبار است.